خدای فادم که به میسر و خاله خو میره. ما برم سر گوش از اینا رو واکنم بگم این کارا خوبه. با شما چی ربطی داره اصلا خاله؟ که من نوزبادی ایتنه یا اوتنه چی کار داره؟ شنگیلا خوبه بخیری جانجور اول خوبه یاره بچه خاله شکر خاله به سرای هم ها یالله کن بشکی یالا بیا بیا به خونه بیا بیا به خونه نمیرم بیا گیلاس چای بخور بیا نمیرم من چرا نمیری به خونه نه نانه نانه چی بگم با؟ بیا ای دقیقه نزده کن گیلک آمده باز گیلک تکن چی اومد شتن خاله خوبی شکرم بخیری خیلی هست این جانجوره یا راستی بیا به خونه بیا خاله نمیرم خاله بیا گیلاس چای بخور نمیم خاله چی عجب طرفمو نمیام خاله چرا خود چی مشکله خاله من نوزباددار شدم من دخترک من نوزباددار شدم من نوزباد منه به شما استوندیم او نه چرا خدا خیرش کنه چی گپه با برفتیم ما چون دخترها شما میگن که ما چون گیلک برفته اشته زن گنده استونده این مقبولی نیه ما چون هنر نداره این ما چون این سر از یه ماس بیرون نمیشه کل پخیه من نوزباد منم اور ما عاشق بودم ما عاشق شدم اور بستوندم به شما چی ربطی خاله داره که مثلا دخترها شما میگه کی بگفته دخترها خوراتو نه همیتا گفتم بچه من خبر ندارم نمیفهمم همین مردم چرا بمی زندگی با چه خاله خورد داخله میکنه داخله میکنه خاله دیگه هر جا ما مداخله اشتر خود داره میرین گوشواره به سر چینگاه خو بسته میکنه میره همه بگفتن زن کاکا من بگفته عمه من بگفته اشتباه میکنن که گپ بزنم با شما خدا گپ بزنم خبر ندارم خاله جو به خدا بیا به خونه بیا نمیام من دیگه خاله به صدا شما نمیام به صدا ما نیایی ما به عروسی خود شما خبر نمیکنی شما به عروسی ها بچه ها خو من خبر چرا نه گیلا نه بعد ما اومده به خونه مادر من گریه میکنه که خوار باشه مچه با خاله خب میفهمونه خب دیگه تو نمی مادر به گردن ما بعد باشه میتونه گریه میکنه میگه خوار مچه گپار بزنه یک کلمه گپ میشه میره 100 تا تیار میکنه به سر چینگ قدیفی خو بسته میکنه میگم زن فلانی گندیه زن فلانی اینو به تالار مثل جندی میده باشه خوب بگم باشه خوب بگم اون زن خوب بگم ما دید نشو خوبه خاله به خوب بگم تو به در خونه اگه غمی نداره محلی و چه افتاده هر کس هر چی ما به خوب بگم مردم کو واسه کذا نمیتونی تو به خود قصوندی من اگه نمیام خاله باشه من خاله خوب پرسن که گفتن یا نه دیگه دل آزاری هم نشه بیا چای بخور خاله نرو نامو دیگه به سلام هم خاله نیایی کسی دو برید شما بگو برشو بزی بر کار با این تو نگو دیگه ما که خوار کنی لکرده نمیتونم ما کار نداری نمیگفتی نمیگه پا من این دخترها به زیر خواب شکین و شرم عیامو دارم تا باشون بغیر از این دست نازی غال بزی غال باشه دست شما آدم چه کار کنه؟ همین کارا چی به درد میخوره؟ با خوارا خو بکنه من چی خبر دارم چرا میگه زندگی مردم مداخله میکنه درو؟ باش که همین زنا نه همین زنا میتونن راست میگم به جایی که مثلا یک میمون باشن سر سفره چیز شیشته باشن یکی گپ بگم چنگی دو چیز خو بسته میکنم میره ملل خبر میکنه این چرا کارا چی فایده داره؟ یک زنگ به خاله خوب بزن چی گپه و یک زنگ بزن دیگه خوار کلون من بعد کس باید باشه مگه بزنو زنگ زنگ چی میگم بله خاله خوبی بخیرین من عباس چه گریه میکنه؟ هان خالی ما گریه میکنه خاطر چی بگو گریه میکنی؟ خاله چی گپ نو گپ معلوم نیست شما گریه میکنی گپ معلوم کنی با گریه کنی چی خاطر؟ آخه می گپ شاید کسی دیگه گفته باشه خواره مکتب بیا من میپرسم پیشینا خب باشه اینا بگفته باشم گپ معلوم کنی با گریه کنی خب خاله ببخشید از طرف ما زرد بخوایم باشه خوارم بیام ما بازم میپرسم از اونا
هنو گپ ملونه کمی گپ کی گفته؟ خدا گریه نکنه دیگه. خوب خداحافظ. سعی کنید بچه ها، اگر ما و شما موفق باشیم کار ما و شما میته پیشرفت کنه، ولی کار مردم اساس باشیم. بفهمیدیم اساس کار مردم رو کار کنید، اثر خود تیر نکنید. بفهمیدیم چی گفتم؟ برو بچه سکدام دروازه کینه. برو سکدام دروازه کینه. بیا السلام علیکم. یک جان خود بخیر بخیر جان جان داره. بیا تیر شیبه بچه که میشینی بیا بشی بیا بشی چای هم بیاره. کجا بودی از این طرفو؟ کجا بودی از این طرفو؟ سراخ اینا شمانه این کورتیه اینا. اینا کورتی میدوزیم بله. این بچه هم خود شما اینا شاگردایم. نام خدا مگذار شاگرد داری دیگه کار ما دیگه نام خدا مال فعلا خوبه. با من با میدیزیم اشتر نمیدوزیم. به تو میتو کورتی تابدیلی فرمایشی به تو میدوزیم. به چند نمیدیزیم اینا دیگه از 1000 میته میره دیگه تا 1500 2000 2500 هم هست. 120 روپیگی نداریم نه دیگه تو کورتی همون نداریم دیگه. کورتی ما چی میخوره اجادی لیلی 60 70 120 آخر 120 اینا کورتی ها ببینید به خوب 120 روپیه خریدم. اینا کورتی ها فرمایشیه که اینا سوپرمارکت ها تو سیل نکردن تا بغل مثل تا گوش شما پاره بود. بگم مثل از قدیمه گفته ارزون بی علت نیه گیرون هم بی حکمت. تو که 150 روپیه میخری خیلی گپه که کتاب بغل شاید بسته جونی هم پاره بوده باشه. ما کورتی که تیار میکنیم فرمایشی تیار میکنه به 1000 روپیه. باشه با تو چای بیاره. نه ماما گرمه. نه کوکا چه کار میکنه پنجه خور قلم میکردی؟ بخلی دگ ای پا موبایل کلاچه گذاشته نبود اگه که پنجه تو سولاخ میکن. بیا میدی که کار یادگیری البته. بیا میدی البته کار یادگیری. بابا چی کار آمدم؟ چی خبر دارم؟ میگم همه دخترها خود بفهمانه همه مادر شما نم یا خانم شما نم بچه هم بجو بفهمانه ما برفتم نزباددار شدم. اینا میگم ایشت دختر که لپخ پرچیدی گرفته لمشتی این دختر دیونیه. این چی بکاره؟ ما میریم بجو بگی کشمیش یا دوم بداره میره به هر جا میشینم مثلا چینگ قدیفی خوب استه میکنم. میرم میگم دختر فلینی چیه؟ میرم به تالار میگم به امروز اشته دوماد گندی بده. ما چون ایفازی دوماد بزی عروسه ایفازی عروس بزی دوماد. ما چون دیشب نونا از اینا شور بوده. ما چون اینا دیگ پخته کرده یاد ندارم تا خونه نانشوه جرونیه. این تا گپای میزنن این زمکا چی فایده داره؟ با خود گناه بیشتر جمع میکنم. بچه هم بجو دخترامه ای گپ زده بده. بله دخترامه ای گپ زده بده. یا مادر شما بده یا دخترا شما یا مادر بچه ها شما. حالا من امیر پرسان کنم که به زینا چی ربطی داره این کار؟ به کی چی ربطی داره؟ به دخترامه یا مثلا همین خانم چی ربطی داره؟ تو زنی کردی به خود اختیار خورداری. کی زن کرده؟ شما. من نزباددار شدم زن نکردم. نزباددار شدی خیر بینی. حالا بهم زن و دخترامه چی لایقه که میگه اینا برام بزنم؟ به کی چی لایقه؟ بهم زن و دخترامه. چرا میگه اینا برام بزنم که زن تو گندیه یا مقبوله به زینا چی کاره؟ زن شما چی گفته؟ خود شما میگین دخترا شما گفته و زن شما میگه اپ زده. همین تو بگین خوبه؟ یعنی نه گفته باشه بچه هم اگه تو گفته من باشه مادر من گریه میکنم. اگری تا گفته باشه مادر من گفتم برو به همه قوم خشا بگو که دیگه از ما و شما ارته. بچه همه جو آخی ما و شما یک مدت خودی هم رفت آمد کردیم. حالا میشه به دوک بیا کلمه گپ ما و شما به هم زنیم. چرا منم بگم؟
اصلا زن شما گند مثلا شما زن شما گندیه به یک شلغم پوست کرده نمیارزه درسته؟ میارزه؟ نه دیگه او هم گندیه نه زن شما گندیه؟ آه دیگه زن من ندیدی تو نه من مثلا میگم مثلا زن شما گندیه به یک شلغم پوست کرده نمیارزه میارزه؟ نه دیگه وقتی که میتونه با اندازی کنه چی به درد میخوره تی چیزا این به من ربط داره که من برم به اندازی کنم؟ نه نداره نه خود که فایده نداره این تکی شما از من برو دیگه ویش خوب بگیر که بس به او نزنی پنجه خود که به سوزن زنی خاطر چای به تو تیار کنم نه همین تا بگین خوبه خوبه باشه بگین بگم بزن گیلک بیام الان تلما و شما کشیدی برید و شما رو بر پول مال بزی برجی خوبه باشه ما میگم بمی زن ما و دختر ما چی کاره بمی کار؟ مرتکه اختیار خور داره زن کرده او کرده چی کار داریم شما بمی کار از اینا؟ اینا بغیر از با همین دختن دیگه هیچ کاری ندارن بله میشنم خوبی بخیرید یا راستی شکر دانده باشی شما با همین عروس هم میمه چی کار دارین که با هر جوار میخواده میشینیم میگیم گیلک زن گنده کرده و ایتا و اونم کل پخ پخی و ای رقم چی حق داریم همی گاپه میزنیم مرگه که ما نگفتیم سر شما به خاک شه اونی همه ما بغل شد از ما برابرات کار خود که ما چی رقم کنم خدا شما گم کنه بخیر دیگه اگه خبر شدم که اگه دست خود از این قلب کردن گلی شما به طرف باشه سر شما بگو خدا شما گم و مرگ کنه بخیر بگیریم بچه کارا خودت باشین کلاکه بکنید بسیار بسیار خوش آمدین باجه چی حال دارین بخیرین سلامتین تبریک باشه بچه نمزدار کردیم حالا با نمزدار کرد که با بالای افتادم چره خدا نکنه خوشتوچی شما هم صبح تو هم شم گریه میکنه چره خدا بد نداره چه کار شده همین بچه که خودم نمزدار کردم نمیفهم و گپ بفتاده به دست نمیزنه که ما چون گیله که نمزدار کنه کل پخ دادم ما چون به پیار گدایی میکنه ما چون پیار چکار میکنه پیار فلان من دیوانه جون میکردم خدا سیدی می نمزدار کردن بیدی بیتر کی گفته دیگه پرباجه جان همین زنکا مثلا زن کیه میگه گپ زده اول زن شما زن من ها هم گپ گوش همه زنکا برسونده اشتباه فکر کردی فکر نکنو که گپ زده باشه زن ما و ایت گپی آره خود شد خودی بیا بود سلام دومات خوبه؟ شنه تیاره خوبی از دیدم غیبت شما نکردم بس شما خوبه خانواده خوبه؟ شکر فضل خدا اول از زن شما چه هم گپ بگوش همه مردم همین هم قمسای همه قمسای درویش من همه بگفته که خصوص از گریونی تاشون گدایی میکنه ما چون کزن نمزاد کل پخیه ما چون چیشای ایتنه روی ایتنه خود یک رقم میکردم اون خودم اصلا من بیزار بود از این نمزادار کردن از این یعنی میگه گپ بزدی بدی تو زن کی گفته اینا نه گپ تیار میکنه هیچی گپ تیار نمیکنم هیچی گپ تیار نمیکنم اولا خودت خوشش اول خودت میگپ پرزدی بدی به ته مجلس نمیفهمم من هر میشینم چلیم میکشم و جان نشم میگه پارتیار میکنم من رو نکردم اینو معلوم داره که تو گفتی یا او گفتی یا او گفته من چی خبر دارم هر کدوم بیدیم بگفتین دیگه ای مرد دیگه کس میکنم دیر بچه مربش کسونیم قلب تکه کردی خود قلب خود چوکه کردی بدیدی من که خانم خمش نستم میش- ایت گپ نمیزنه ای من خوشتی چه خمش نست که میگه پر همه دست از دونه گپ تیار نکنیم دومات هیچی گپ تیار نمیکنم گپ تیار میکنه سال من 12 کارو گندگی خور میکنه سر سین من پاک میکنه باجه چه کار میکنی آخه امشه با یک دست لحظه تیار کردی خداحافظ میگم باشیم نریم شب باشیم شاشته باشیم بعد کار شد مادر رمضان بله بگی میگم با همین کارا با همین دزی شما چی کار داره که یک گپ با هم چنگ خوبسته میکنیم از این محله به این محله از این کوچه به این کوچه شما میریم همین گپار بزنیم که دختر ما چون چه کار فلان ما چون کی
مخ چشمای کلاجه مچون دهن کجه اینو کار خدای آخه کار خدای به کار خدا رشخندی نباید بکنیم با شما تا به کی من نصیحت کنم شما شما ببینید که شما گپ پس خوب کنید باز بریم دیگه با تخونه به ما تومت بزنید. ملامت بودم محمود همین چی نگفتم سیاست نکردم به کل تو من خبر ندارم. چه کار کنیم من اصلا تو هیچ خبر نداری یعنی به دروغ امریک سفید رو بیامد همینجا دروغ گفت از دروغ همین گپ بزن تو گپ نباشه این میامد اینجا به نیاز خدا به درد نمیخوره این کارو به درد نمیخوره دیگه کس گفتم بگه ممنون ندارم من چه خبری؟ با میگه دیگه کس گفته آخه همون گله خوارزادی تونه مثل اولاد تونه میگم من نگفتم اگه میگفتم بگفتم تو من نگفتم. اگه تو نگفتی هم دخترات هم میگه پرزده دیگه کی هم میگه پر بزن ها؟ من خبر ندارم. چه کار کنم من از عزیزم همین باجی مرم از به دخ کرد برم من از کار خود